سلام خدمت تمام قوما برسه. روز کلان خصوصا جوانا که با این حمایت با این حمایتی که از جان خود تیر شدن مرا حمایت کردن، در صحنه آمدن، با این حمایت خود مرا قوت بخشیدن که علیه از دولت متعصب، دولت فاشیست استاد چه و مذهب حقوق از این مردم دفاع کنم. من نمیفهم که این کافی شاب نان پیاز و این بچه شرابخوری توران امان الله که شراب مخوره پریش و شراب خورده موتر زده در پایه برق و این کافی شاب نان پیاز که مردم از نخواستم که کافی شاب ترویج فحشای چند تا جوانای ما اونجا سنکوب کده اون خبر داریم. من چرا دیگه کافی شاب را غرض نمیگیرم، چرا دیگه کافی شاب کار نمیگیرم که این کافی شاب چقدر بر دولت عزیز شده. دولت به خاطر کافی شاب می صدها جوان خونشین میریزنه. امروز خونی بچه هزاره پیش از دولت این ارزش نداره. به خاطر یک قلیون این خون بچه هزاره از یک قلیون، از یک چلیم قلیون کمتر شده که چلیم تو کافی شاب بسته کردی رفت آقای توران امان الله خان و کافی شاب نان پیاز دولت آورده که قریانی برادر بچه من نشه شراب بخوره، چرا شراب خوریش مزاحمت کرده و دیگه شم چرا کافی شاب من بسته کرده. این سرم عملیات کردن دیگه. قضاوت با شما مردم